در دنیای پرهیاهوی امروز اتفاقاتی میفته که با باورهای من و شما غریبه، اما این نشست به شما ثابت میکنه که هنوز هم هستن انسانهایی که پایبند به اصول انسانی هستن و مراقبن که باورهای من و شما بهش خدشه‌ای وارد نشه. عزیزان من، خانم و آقای ایزدی مهمان برنامه امروز ما هستن. خیلی خوش آمدید خانم ایزدی، خیلی خوش آمدید آقای ایزدی. اگه دوست دارید میتونید با بینندگان ما احوالپرسی بکنید. با یاد و نام امام امت بنده حجت الاسلام و المسلمین ناصر ایزدی هستم و از اینکه در این برنامه به زور حضور به هم رساندیم خیلی خوشحالم. من مطمئنم شما این اتفاق بزرگ رو در مطبوعات و فضای مجازی دنبال کردید، پس احتیاج به پرگویی نیست، بریم سراغ اصل مطلب. بله، به نظر منم بریم سراغ اصل جنس، همون اصل مطلب که همونطور که مستضعف هستین، ما مطابق فرمونی که امام داد قرار بود بریم قدس از پشت جاده کربلا، اما چون دیدیم ترافیک سنگینه، دست زیاده، یه لایی کشیدیم انداختیم شونه خاکی، از همون بغل رفتیم کمربندی برزیل و از ریو سر ببخشید اگه میشه به میکروفونتون دست نزنین چون اتاق فرمان اعلام میکنن که در پخش صدا اشکال ایجاد میشه. این میکروفونه؟ اما چیه خدا چه بگم کسیش از این گنده‌هاش نداریم بزرگا، از اونها چیز نداریم. ولی خلاصه اینطوری بود که ما شدیم نماینده ولی فقیه در برزیل. البته اصرار بر بچهای وزارت اطلاعات هم بی تاثیر نبودش. این چیه؟ حاج خانم بلیتمون برد، میریم برزیل زیارت مراقد علما. ببینم برزیل چیه؟ برزیل مارک شامپوی دیگه، برزیل دیگه، یه کشور از همین دامغان که میندازی 24-5 ساعت هواپیما راه دیگه میریم اونجا برزیل. برزیل که میدونم کشوره آقا ناصر. اوه مای گاد. چی افتاد؟ این مال ماست آقا ناصر، اسم ما رو توش نوشته نگاه کن. بابا از برادرای وزارت اطلاعات جلوش دایه واسیدن نیار بابا. آقا یه لحظه بیا ببینیم این کاروان راهیان نور خلاصه کی میره برزیل. نگران نباشید، فقط کپی پاسپورت رو به من برسونید همه چی اوکی. بعد بمب چسبنده و موشک و پوشک و اینا، بعد از این یه لحظه واسه میخواد تلفن. از بیت رهبری بهش زنگ زدم. بله خلاصه این آقای ایزدی ما رو قانع کرد دیگه، ما رفتیم برزیل. به نظر شما چند نفر اگه به جای شما بودن این کار انجام میدادن؟ هر کی بود همین کارو میکرد، چون برزیل نمیرفتیم این ورش سوریه بود دیگه، که اگه رفته بودیم سوریه دیگه الان شما از نعمت مصاحبه با ما محروم شده بودید دیگه، داشت یعنی احتمالاً با عکس اون مصاحبه میکردی و گل و این چیزا بود. خلاص ما رفتیم برزیل و کلا فضای ریو دو ژانیرو رو ولایی کردیم. ببینید بنده تو تهران برای یه نهی از منکر باید دنبال 10 تا بدحجاب میدویدم، آخرم کارم میکشید به بیمارستان و چاقو. اما تو برزیل آنچنان بوی ولایت رو پراکندم که بدحجابا، لاحجابا، نوحجابا دنبالم میدویدن که حاج آقا ایزدی بیا ارشادم کن. والا نبود شما بله آدم 800 تا بشقاب بشوره اما گیر یه دونه قابلمه سوخته نیفته. البته تو این صحنه من کارم به بیمارستان کشید، مجبور شدم تا سواحل آرژانتین شنا کنم. خانم شاهده، حسم دقیقاً حس همون دفاع مقدس بود. خانم ایزدی فکر می‌کنید کاری که همسر شما کردن ربطی به شغلشون داره؟ نه آقا ایزدی اگر دکترم بود همین کارو می‌کرد، اگر مهندسم بود همین کارو می‌کرد، اگر کارمند هر جایی بود باز همین کارو می‌کرد، دزد و خلافکارم بود باز همین کارو. خانم قطع کن واقعا دزد و خلافکار چیه؟ فتح همه علما رو داره می‌ریختی رو آب که خانم این تیکه رو میشه حذف کنید. این تیکه ببخشید ما برنامه‌مون زنده است. زنده است؟
علما مگه گوسفندن زنده میارین تو برنامه زنده سلاخیشون میکنین آخه؟ اونم نماینده ولی فقط تو برزیل. من فکر کنم من سوالم اشتباه مطرح کردم. بله خیلی، یعنی من بعد متوجه شدم شما مثلا یه جوری نداره. حالا برنامه خراب نکنید. از منم سوال اشتباه میشه. همین چند روز پیش یه آقای ما رو دید گفت که شما جزء مراجع تقلید هستید، میدونید که بهترین یونج مال کجاست؟ که من درس کردم که خب نمیدونم. بعد ایشون فرمودن خب میرم از یه گاو دیگه میپرسم. حتما اشتباه شده بود. سوال دیگه در این قسمت اگه شما اجازه بدید بنده از هزینه‌هایی که روحانیت برای تبلیغ ارزش‌های نظام متحمل شده بگم. مقام عظمای ولایت یه نرمش قهرمانانه‌ای فرمودن، شما هم یه نرمشی شنیدید. شنیدن کی بود مانند دیدن. بنده با همین لباس تو برزیل کاری کردم که تلفاتش از 100 تا بمب هسته‌ای بیشتر بود. Samba. My husband danced samba for 40 years. سامبا میرقصید؟ I'm so happy that you are a teacher of samba. فکر کنم تو معلم رقص سامبایی. Salvador, querido, dance for us. بابا ما گفتیم برای تبلیغ نظام به هر سازی میرقصیم، اما دیگه شما داری بز میرقصونی دیگه. Please, Salvador. مادر من چرا درک نمی‌کنی؟ با این عبا عمامه گشت ارشاد دادگاه ویژه روحانیت ضبط میشه فردا. No problem. No problem. میگه no problem. باشه دیگه. برو بابای امام. ای جان قلب من آشفته دل داده مرنجان، ای جان دستی بزن و گردش تقدیر بگردان، ای جان ردی خبری پیک امیدی بفرستم تا کور شود چشمه تاریک حسودان. دل پرو جان 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 مرتبا وای 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 های من هی 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 هوی من های 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 های. یا رب به سمت من یارم روانه کن صبرم.